اگه تا به حال صاحب یک همستر بودید احتمالاً به خاطر شما مرده و شما حتی قبل از اینکه این موجود دوست داشتنی رو بخرید نمیدونستید. اجازه بدید به شما توضیح بدم که چرا همستر شما احتمالاً به خاطر شما مرده. روزی که این اتفاق افتاد که شما به تازگی از خواب بیدار شده اید و به دیدن همستر خود در قفس رفته اید و متاسفانه او روی زمین دراز کشیده بود و حرکت نمی‌کرد. شما احتمالاً هر کاری که میتونستید برای نجاتش انجام دادید. شاید اول فکر می‌کردید که مرده و به خاطر اینکه به اندازه کافی به اون غذا ندادید، یا شاید خیلی به آن غذا داده اید. اما اشتباه می‌کنید. در واقع روزی که این مورد برای همه سر شما اتفاق افتاد باید زمستان بوده باشه، به خاطر اینکه این موجود فقط در خواب زمستانی بود و شما این رو نمی‌دونستید. اون روز احتمالاً همه سر خود را از قفسش بیرون آوردهایی تا اون رو دفن کنید که غم انگیزترین قسمت اینه که متاسفانه فکر می‌کردید مرده است، اما در واقعیت شما اون رو زنده به گور کردید. اگر به دانستنی‌های جالب علاقه دارین کانال ما رو سابسکرایب کنید.